گزارشگری تو خیابون از یه جوونی پرسید بدترین دردها چیه؟ جوون جواب داد یکی دندون درده، یکی هم داشتن همسر بد. به نظر من این دوتا بدترین دردهای دنیاست. یه پیرمردی که از اونجا رد میشد شنید، اومد کنار اون گزارشگر و گفت دندونی که درد میکنه رو میشه کشید، از همسر بدم میشه جدا شد. به نظر من بدترین دردها درد چشم و داشتن اولاد بده. نه چشمو میتونی جدا کنی و نه نسبت اولادو میتونی منکر بشی. بعدم راهشو کشید و رفت. ببین رفیق، سعی کن همیشه یه جوری زندگی کنی که اگه نشد وجودت باعث افتخار پدر و مادرت بشه، حداقل باعث شرم و سرفکندگیشون نشی. انقدر میشناسم کسایی رو که به خاطر کارهای بد فرزندشون هیچ جا نمیتونن برن و خودشونو منزوی و گوشه‌گیر کردن. هر کاری که شما انجام میدید به کسی مربوط نیست، اما پدر و مادر و خانواده فرق میکنه. چه دلتون بخواد و چه دلتون نخواد، همونطور که برای کارهای درست شما گاهی خانواده بیشتر از خود شما خوشحال میشه و احساس غرور میکنه، در قبال کارهای اشتباه شما گاهی بیشتر از خود شما خجالت میکشه. در نتیجه اگر خانواده‌تون رو دوست دارید، لطفاً مراقب اخلاق و رفتارتون باشید و تمام.